بسم الله الرحمن الرحیم. ای ذات تو را وجود مطلق، بر بحر تو کائنات زورق. آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح؟ ردی بر اراجیف شفیع عیار در ویدیوی 1075 بخش ششم. در بخش های قبلی ای را ثابت ساختیم که کشیش شفیع عیار با چالاکی و تردستی و حیله‌گری آیاتی را که در سوره مبارکه توبه در مورد منافقین مدینه نازل شدند انتخاب کرده و اونا را با مسلمان‌های فداکار و اصحاب مخلص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نسبت می‌دهد و به این شکل به بیننده ها و شنونده هایش القا میکنه که گویا پیامبر گرامی اسلام با اکثریت قاطع اهل مدینه که مسلمان و پیرو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بودند مشکل داشت و اونا را با تهدید و تطمیع به جنگ با متجاوزانی که قصد اشغال مدینه و نابودی مسلمان ها را داشتند وادار می ساخت. خلاصه بحث های گذشته است که پیامبر گرامی اسلام هیچ گونه مشکلی با یاران وفادارش که شمارشان 10,000 نفر در مدینه بود نداشتند و مشکلاتی که متوجه پیامبر گرامی اسلام و مسلمان های مدینه می شد از ناحیه گروهک خیلی کوچک منافقان بود و همه آیاتی که پادری شفیع ترجمه های آنها را می خوانه در مورد کارشکنی ها، حیله‌گری ها، فتنه انگیزی های منافقین است و بس، و نه در مورد مؤمنان. و به این ترتیب ما مشت این شخص مکار و دروغگو را باز و دروغهایش را افشا کردیم. حال می پردازیم به دروغهای دیگه ای کشیش حیله‌گر و اونا عبارتند از این ادعاهای مکارانه او که گویا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم غنایم جنگی و صدقات خودش می گرفت و به جنگجویانی که با کفار متجاوز جنگیده بودند و می جنگیدند چیزی نمیداد. بیاین این هذیانهای شیطانی پادری ابلیس هم بشنویم و بعد به افشا و ردش بپردازیم. پیش از این که نخستین آیه مربوط به صدقات که دجال به او استدلال کرده و او در سوره انفال است مورد بحث قرار دهیم، لازم می‌دانیم یک مثال دیگری یا یک نمونه دیگری از بیسوادی این شخص مکار و حیله‌گر و دروغگو را از خلال گفته‌های خودش ارائه کنیم. لطفاً بشنوین. باز پیش میره. آیت 101: عده‌ای از سرانشینان اطراف شما منافق هستند. حال اونا رو پیشتر گفت به ایمان، حالا میگه منافق هستند. از اهالی شهر هم عده‌ای در درویی مهارت دارند. یعنی هیچ کس نماند، هم اطراف کت محمد نیستن اونا رو منافق میگه، هم کسایی که در شهر است. یعنی تو که ما شما فکر میکنیم که محمد که پیش مشکل میدوید تا نبود. ملاحظه میکنین که پادری به سواد که حتی فارسی را هم که زبان مادریش است درست نمیفهمه، چطور با اشتباهات لغوی و دستوریش گیر افتاده و مشتش باز و رسوا میشه و مطلبی را که میخواه ارائه کنه و به کرسی بنشانه از بیسوادی عکسش ثابت میسازه. این کشیش با آن که در ترجمه آیت 2 مرتبه کلمه ادعی به کار رفته که یک تعداد یا شماری از مردم معنامیته با تمطراق میگه دیگه هیچ کس نماند، هم اطراف با محمد نبودن و هم شهرنشینا، در حالی که از همه ترجمه خودی به سواد جاهل این مطلب به دست میاد که منافقان اعراب بدوی و یا قریه نشینا و اعراب شهرنشین عده‌ای از مردم آنجا بودن و نه همگی، و این کلمه عده‌ای باز هم افاده کم بودن را میکنه. چه وقتی ما معنی عده‌ای را در لغتنامه های فارسی جستجو کنیم به این معانی برمیخوریم: گروهی، چند تن، برخی، بعضی، تنی چند که کلمات همه به شمار اندکی اشاره دارند. بنابراین معنی آیاتی که کشیش شفیع عیار با غرفش و تمطراق اونا را غلط تشریح و تفسیر میکنه است که تعداد کمی و یا چند تنی از اعراب بادیه نشین و چند تایی از اعراب شهرنشین منافق و کافر بودند و باقی همه مسلمان بودند که البته اقلیت یهود نیز در مدینه بود و باش داشتند. این موضوع از آیات بیشماری که در سوره توبه درباره همه اکثریت مسلمان و مؤمن و مخلص نازل شده هم به روشنی ثابت میشه. اما قسمی که قبلا شرح دادیم پادری شفیع عیار با نهایت مکاری از او آیاتها چشم پوشی میکنه که از او جمله یکی آیه مبارکه 99 سوره توبه است که خداوند متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم: و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الآخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم.
یعنی از جمله اعراب و صحرانشینه ها کسایی هستند که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و چیزی را که در راه خدا نفقه میکنند او را وسیله نزدیکی به خداوند و سببی میسازند برای دعا کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم برای از اونا. آگاه باش ای محمد، یعنی به اونا خبر بده که امی نفقه‌ای که اینا میکنن اینا را به خداوند نزدیک میسازه. خداوند اونا را به زودی در رحمت خود شامل میسازه. خداوند غفور و رحیم است. پس این ادعای کشیش شفیع عیار که میگه نه اهل قریه با محمد بودن و نه اهل شهر، یعنی هیچ کس نماند، این یک ادعای باطل و دروغ شاخدار و دمدار است و این ادعای شیطانی از زیرا هم این آیه کریمه 99 رد میکنه قسمی که شنیدین و هم کلمه ادعایی که در ترجمه خود از او آمده ولی او از کودنی و نادانی معنیش نمیفهمه و او را تکرار کرده میره. پس از اینجا عکس او چیزی که کشیش شفیع عیار او را ادعا میکنه عکسش ثابت میشه. یعنی هم اعراب بدوی هم اعراب قریه نشین با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بودن اکثریتشان و هم اعراب شهرنشین با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بودن، جز عده محدود از منافقین که اونا در شهر هم بودن و در قریه هم بودن و اونا را همو آیه کریمه 98 که او با طمطراق اونا رو یاد میکنه و آیت‌های دیگه که او میخوانه اونا را تقبیح و سرزنش میکنه و این آیت 99 و امثال از این شرح حال مسلمان ها را که اکثریت بودند بیان میکنم. حال بیاین ببینیم پادری شفیع چه تهمت های گستاخانه و بیشرمانه را علیه راستگوترین و امینترین فرد تاریخ به زبان میاره و بدون از این که از افشا شدن دروغ های شرماور و شیطانیش پروایی و باکی داشته باشه، با لحن قاطع و جسارت و وقاحت بیمانند محمد امین را به دزدی و حرامخوری متهم میکنه و همون صفات بسیار زشت و مذموم مرغدوزی های خود به پاکترین انسان تاریخ بشریت نسبت میده. گوش کنین که چه بد میکنم. افراد دیگر هستند که به گناه خود اعتراف کردند و کارهای درست را با کارهای بد مخلوط کردند. امکان دارد خدا توبه آنها را بپذیرد. و یک یادش که ذره ساده تر بود، باز محمد در مورد از وام میگه یک یاد دیگه است که به گناه خود اعتراف کردن، گفتن نه والا ما بد کردیم که شما در جنگ نرفتیم. یگان کارهای خوب هم کرده بودن که کارهای بعدشان هم که اینی بود که در جنگ نرفتن. امکان دارد خدا توبه آنها را بپذیرد. یک چک خدا توبه از یار حداقل میپذیره، امکان داره. اما مفخ توبه تا قبول نمیکنه. خدا چی میگه؟ آیت بعدی او 102 سوره توبه بود 103. از مال آنها صدقه بگیر تا آنها را پاک و تزکیه بکنی و برای آنها دعا کن. حالو کسایی را که خدا گفت توبهشان شاید قبول کنه چون اینا خوب بچگکا بودن، باز چی میگه؟ از مال از وا صدقه بگیر. برای از وا بگو که مال که داری زیاده، این مال چتله، تو برای خدا باید صدقه بدی. برای ما 4 تا گوسفند داری، یکی دوتایش به ما بده، دیگه ایش از تو باشه که او مالت پاک شه، که گوسفندهای دیگه پاک شه، نه کلش حرامه. اما تا هر چیزی که داری بیا به ما نیم کو به نام صدقه. یعنی محمد رقم چال میزد. از مال آنها صدقه بگیر تا آنها را پاک و تزکیه بکنی و برای آنها دعا کن. خلاصه محمد هر چاله که بود میزد که مردم قناعت بده که در جنگ بره. ما به پادری دجال هیلگر چالباز میگیم که الا لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا به دروغگویا. اگر تو تاریخ بخوانی، تاریخ تو خوانده نمیتونی، سواد نداری، اگر یک آدم با سواد بگویی که برای تاریخ بخوانه، مخصوصا تاریخ دوران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را، او وقت برات ثابت میشه که دشمنای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیش از دوستاش و بیش از دوستاش به این گواهی میدادند و شهادت میدادند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پاکترین، صادقترین، امینترین، راستگوترین، راستکارترین فرد تاریخ بودند و در زندگی مبارکشان یک نقطه سیاهی پیدا نمیشه که دلالت به این کنه که گویا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از چال، نیرنگ، فریب علیه مردم کار گرفته باشه. و این تهمت‌های بسیار حقیرانه و بسیار رذیلانه است که در ذهن بیمار تو وجود داره و به زبان ناپاکت علیه پاکترین انسان تاریخ جاری میشه. کسی که چالباز باشه، فریبکار باشه، با محمد امین شهرت نمیافه.
بله، این حقیقت در تاریخ ثبت است و تو با وجود مکاری، دجالی، شیطنت، هیلگری، دروغگویی نمیتونی منکر از او شوی یا بر او خط بطلان بکشی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در جامعه پر از فساد، پر از قتل، خونریزی، خونخواری، آدمکشی، دزدی، حق تلفی، دروغگویی، استثمارگری و برده‌سازی قریش و پر از مفاسد قریش مانند آفتابی بودند که می درخشیدند و در زندگی مبارکشان هیچ گونه زاویه تاریکی وجود نداشت. از این سبب محمد امین لقبش داده بودند و در مسائل بزرگ با وجود سن خردش همراهش مشوره میکردند. این پیش از بعثتش. بعد از بعثت و برانگیخته شدنش به پیغمبری هم قریش با وجود از اینکه کفار قریش با وجود از اینکه با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دشمنی می‌ورزیدند، اصحابش هم می‌کشتند، تعذیب می‌کردند، خودش اذیت می‌کردند و هزارها ظلم علیه مسلمان ها روا می‌داشتند، با وجود از او هم امانت‌های خود را آورده به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می‌ماندند. یعنی از یک سو با محمد و دینش دشمنی می‌ورزیدند و از طرف دیگر با پاکیش، با امانتداریش، با راستکاریش و راستگوییش یقین داشتند و سر هم دیگر یقین نداشتند، آورده امانت‌های خود به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می‌ماندند. و تاریخی را میگه و ما قبلا هم گفتیم که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به طرف مدینه منوره هجرت میکردند، به حضرت علی دستور دادند که اموال قریش را که امانت در نزدشان بود برده به صاحبایشان تسلیم کنند. ما قبلا قصه ابو سفیان در وقت مشرک بودنش گفتیم در بحث‌های پیشتر که در نزد امپراتور روم وقتی که بدگویی میکرد از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، امپراتور از او پرسان کرد که از این شخص مدعی نبوت کدام وقت دروغ شنیدین؟ گفت نه. این به این معنا بود که یک دشمن سرسخت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اعتراف میکرد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دروغگو نیست. وقتی که دروغگو نیست پس فریبکار هم نیست، پس هیلگر هم نیست، پس چالباز هم نیست، به سبب از این که کل از این صفات مساوی با دروغ هستند. چنانچه تو دروغگوی بزرگ، مکار بزرگ، هیلگر بزرگ، حقه‌باز بزرگ و نیرنگباز بزرگ هستی و به چشم مردم با همین صفات زشت خود به چشم مردم خاک پاش میتی و اونا را غول فکر میکنی. یک اعتراف دیگر از یکی از سرسخت‌ترین دشمنان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بشنو که این هم در تاریخ ثبت است. نام از او ولید ابن مغیره است، از سران قلدر قریش بود. ابو جهل و دیگرها او را که از معززترین سران قریش بود به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرستادند تا به او پیشنهاد کنه که اگر مال میخواهی به اندازه به تو مال میتیم که از کل ما کده زیادتر سرمایه‌دار شوی. اگر زن میخواهی بهترین دخترها و زیباترین دخترهای قریش برات میگیریم. اگر ریاست و پادشاهی میخواهی تو را پادشاه خود مقرر میکنیم، ولی از این دعوت خود دست بردار. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه گپای از او تمام شد برش چند آیت از سوره مبارکه فصلت خواندند. این آیات سر از این آدم قسی القلب به اندازه تاثیر کرد که نزدیک بود مسلمان شوه. در جانش لرزه افتاد و رنگش پرید وقتی که اما خواست که با قومش مشوره کنه. وقتی که بازگشت ابو جهل و دیگرها وقتی که او را دیدن گفتن که به خدا قسم رنگ ولید تغییر خورده و جادوی معلوم میشه که جادوی محمد سرش تاثیر کرده. وقتی که نزدیک قوم خود رفت گفت که ای قوم ما، شما میدانین که من از کل شما کده به اشعار جن، به اشعار عرب، به انساب عرب، به کل چیز زیادتر معلومات دارم. به خدا قسم این گپایی که محمد میگه نه گپای کاهناست، نه گپای شاعراست، نه گپای فالبیناست، نه اشعار جن است، نه اشعار بشر است، نه کلام بشر است. در کلام ازی یک حلاوتی وجود داره و معلوم میشه که این کلام خداوند است. ابو جهل برش گفت که آیا میخوایی از دین آبا و اجدادت بگردی؟ در اینجا بود که ایرا غرور ورداشت، گفت که نیم از دین آبا و اجداد خود نمیگردم و با کفر خود باقی ماند. این دو اعتراف از دو دشمن سرسخت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به این معناست که اونا با وجود کفر و شرک و خونریزی و خونخواریشان اندکی مردی داشتند و مثل تو کاملا وجدان خود زیر پای نکرده بودند. این توستی که وجدان خود کاملا زیر پا کردی و با دهان گندیده و کثیف خود علیه پاکترین و
راستگوترین راستکارترین انسان تاریخ بدترین الفاظ به کار میبری. حال میاییم به بخش دیگه یاوه‌سرایی هایی که در اونا با نهایت گستاخی و بی‌ادبی و لحن کوچه و بازاری در مورد اونایی که توبهشان را خدا قبول کرده میگی یک چک خدا توبه اینا را قبول کرد، یعنی خدا را تمسخر میکنی. در این بخش از یاوه‌سرایی های چند چیز است که قابل جواب است. اول میگی ما و شما بسیار ایمان داریم. دومی که میگی او قسم نبود که وقتی محمد پیش شوه همه بدون. سوم به پیامبر گرامی اسلام تهمت میزنی که صدقات برای خود میگرفت. اول درباره ایمانت به اسلوب خودت میگیم که یک چک شفیع عیار ایمان داره. کی میگه تو ایمان داری؟ تو یک ملحد بیدین مرتد زندیق هستی که تنها نامت اسلامی است، مانند نامهای بسیاری از بنده های لنین و مائو که پدرها و مادرایشان مسلمان بودند، دارای نامهای اسلامی بودند و فرزندانشان هم نامهای اسلامی گذاشتند، اما اونا عاق پدر و مادر شده بندگی خدا را گذاشته بنده های لنین و مائو شدند و تو هم از اون جمله هستی. نام تو را پدرت یقینا محمد شفیع گذاشته بوده، اما تو با قبول بندگی مائو بعداً هم به سبب تقررت باعث کشیش مسیحی مایکل شفیع شدی. دوم شرماورترین و وقیحانه‌ترین دروغت در این بخش همین گپ است که میگی و تو نبود که محمد پیش شوه همه بدون. البته این گپ در مورد گروهک 370 نفری منافقین و یهودا درست است. اونا نمیدویدن، اونا کارشکنی میکردن، فتنه انگیزی میکردن، علیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مسلمان ها کار میکردن. اما در مورد اصحاب فداکار پیامبر، یعنی اکثریت اهل مدینه، یعنی همون 30-40,000 نفر هم از مهاجرین و انصار، این گپ درست نیست و یک گپ شیطانی است، چرا که اونا جان و مال و هست و بود خدا رضاکارانه و با کمال صدق و اخلاص در راه خدا و پیغمبرش فدا میکردن و این حقیقت نه تنها قرآن بیان میکنه بلکه تاریخ هم میگه. تو که گپای دروغ و تهمت‌های شیطانی تا میگی در قرآن از کلی گپا، چرا قرآن کلش نمیخوانی؟ چرا سوره توبه را مکمل نمیخوانی؟ در قرآن کریم در سوره های زیادی از 3 گروه عمدتاً بحث شده که در سوره توبه هم عین همین چیز است، درباره کفار، منافقان و مؤمنان. ما از روی ده اشخاصی که فریب تو را خوردن خواهش میکنیم که به ندای وجدانشان گوش بدن و سوره توبه را با ترجمه از اول تا آخر بخوانند تا خودشان ببینن که تو چقدر دروغگوی کذاب هستی. در اینجا به شکل جمله معترضه میگیم وجدان یک نعمتی است که خداوند در نهاد همه انسانها او را گذاشته، چه دیندار باشند یا بیدین، و هر کسی که کم وجدان داره در مقابل دشمن خود هم از عدالت و انصاف کار میگیره و حق میگه، اما کسی که وجدان خود را زیر پای کرده مثل تو با دروغ و ترفند و نیرنگ متوسل میشه. من یقین دارم از طرفدارای تو او عده که وجدان دارن با خواندن سوره توبه با ترجمه و تفسیرش به زبان فارسی به نیرنگ ها و چال و فریب تو پی میبرن و تو را نه به حیث یک محقق بیطرف بلکه به حیث یک کشیش هیله‌گر میشناسن. اگر از مکر و حیله کار نگیری و آیات‌های مربوط به غزوه تبوک در سوره توبه مکمل بخوانی، او وقت رسوا میشی و مردمی که فریب تا خوردن میدانن که تو دروغ میگی و برعکس ادعای تو یاران فداکار و اصحاب ایثارگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصداق واقعی این شعر شاعر بودن که میگه از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. این حقیقت که یاران و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در راه خدا و رسولش از سر و جان و مال خود میگذاشتن در آیه کریمه 89 سوره توبه بیان شده که ما قبلا هم تشریح کردیم و اینجا دوباره معنیش میخوانیم. لکن پیامبر و آنان که با او ایمان آوردند با مالها و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند تا آخر آیت. خوب اگر میگی تو نبود که محمد که پیشوا همگی بدون، پس این آیت درباره کیست که خدا میگه با جانها و مالهایشان با پیامبر جهاد کردند؟ چرا این آیت از سوره توبه نخواندی و با حیله‌گری از او چشم پوشیدی؟ اینایی که با جان و مال خود در غزوه تبوک جهاد کردند همون 30,000 صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند که با مجرد پیش شدن پیشوایشان محمد صلی الله علیه وسلم به غزوه تبوک دویدند و سرمایه‌دارایشان مانند ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهم و دیگران هم مالهای به حسابی را در این راه خرج کردند و هم خودشان شرکت کردند
و 30,000 جانباز و ایثارگر در شدت گرمای هوا و در یک سفر بسیار طولانی سختترین مشکلات متحمل شدند. قسمی که در بعضی از روزها یک خرما غذای 2 نفر تشکیل میداد. آیا این فداکاری و از خودگذاری در تاریخ تکرار شده؟ ما به تو چالش میتونم که اگر وجدان داری و کاملا به وجدان نیستی، آیت 89 سوره توبه را بخوان تا مردم بشنوند و خودشان قضاوت کنند که تو راست میگی که با پیش شدن محمد کسی پیش نمیشد و یا نه تو کذاب بی‌حیاستی و با پیش شدن محمد صلی الله علیه وسلم به غزوه تبوک 30,000 جانباز در رکابش برآ افتادند و با جان مال خود برای خوشنودی خدا و رسول جهاد کردند. و اونایی که فقیر بودند و زاد و راحله نداشتند به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می آمدند و می گفتند یا رسول الله بر ما یگان اسب یا شتر بده که با شما به جهاد بریم. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرمودند که نیست، چشمانشان گریان می شد و با چشمان پر اشک با دل غمگین به خانه برمیگشتند. اینا تقریبا 20 نفر بودند که نامهایشان در مصادر اسلامی و در تفاسیر و در سیرت النبی صلی الله علیه وسلم موجود است که من نام بعضی از آنها را میخوانم: سالم ابن عمر، علبه ابن زید، ابو لیلی، عبدالرحمن ابن کعب المازونی و غیره. قصه از اینا در آیه 92 سوره توبه موجود است که اگر تو وجدان داشته باشی و وجدان زیر پای نکرده باشی باید این آیت را بخوانی. تو خونه میخوانی، این حال من میخوانم و ترجمهش میگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. و گناه نیست بر کسانی که چون به نزد تو آمدن که سوار و رهسپارشان کنی گفته چیزی ندارم که شما را بران سوار کنم، برگشتند و چشمانشان سرشار از اشک بود از اندوهی که چرا چیزی ندارند که خرج راه کنند. کشش شفیع. اینا این قصه های فداکاری و ایثار و عشق و علاقه اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که اکثریت اهل مدینه بودند در قرآن کریم در سوره های مختلف وجود داره، مخصوصا در سوره توبه. نو هذیان ها و دروغ های شیطانی تو که میگی کلگی اینا در قرآن است، او گپای تو کلش دروغ محض است و اگر یکی از طرفدارای سوره توبه را بخوانه میفهمه که تو دروغ میگی و شیطنت میکنی. گپایی که ما بر ضد ادعاهای تو گفتیم این چیزا در قرآن است، نه ادعاهای تو. حال میاییم به شیطانی ترین بخش دروغ های و او عبارت از ایست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این پاکترین انسان تاریخ را متهم میسازی که صدقات خودش میگرفت. ادعای تو به چند دلیل یک ادعای شیطانی و دور از حقیقت است. اولی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با گواهی تاریخ و سیرت مبارکش یک زندگی خیلی فقیرانه داشت، چنانچه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که ماها میگذشت و از خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دودی که دلیل بر پختن غذا باشه بالا نمیشد و جز خرما و آب غذای وجود نداشت. و در بخاری حدیث دیگه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که میگه ما شبع آل محمد منذ قدم المدینه من طعام البر 3 لیال تباعا حتی قبض. یعنی از وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره آمد، فامیلش تا وقتی که از این دنیا رفت فامیلش 3 شب متواتر از نان گندم سیر نشد. و اگر رسول خدا صلی الله علیه وسلم طبق ادعای شیطانی تو غنایم برای خود میگرفت و صدقات از مردم برای خود جمع میکرد، باید یک زندگی شاهانه میداشت و مثل همه پادشاه ها و رؤسای جمهور و رؤسای دولت ها باید حشم و خدم و بادیگارد میداشت و مانند همه کسایی که در وقت قدرت خورد و برد میکنن و اولادها و افراد فامیل خودم از اموال دزدی و غصب شده بهره‌مند میسازن، باید رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم همونطور باید میکرد. در حالی که وقتی فاطمه دختر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که از کارهای خانه سخت خسته شده بود نزد پدرش رفت و از آن حضرت صلی الله علیه وسلم تقاضا کرد که خادمی برش معین کنه تا در کارهای خانه با او کمک کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم امتناع ورزیدند و در عوض با او و شوهرش حضرت علی رضی الله عنه دعایی را یاد دادند و گفتند در هنگام رفتن به تخت خواب بخوانین این دعا را. دوم، اگر
مقصد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم از اعلان نبوت و مخالفتش با بتپرستی و مفاسد قریش گردآوری مال و دارایی می بود، حتما پیشنهاد قریش که گفتند اگر مال میخوایی به حد برات مال میتیم که از همه ما که زیادتر سرمایه‌دار شوی رد نمیکردند. میگفتند بسیار خوب، با ما مال و دارایی بتین، دیگه حرفی از پیغمبری نمیزنم. در حالی که در قصه ولید ابن مغیره شنیدیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم این پیشنهاد قریش رد کردند، چون این پیشنهادی را یک بار دیگه هم سران قریش از طریق کاکایش ابو طالب به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنهاد کرده بودند و جواب پیغمبر که در تاریخ ها ثبت است این بود که ای کاکا، اگر آفتاب در دست راستم بگذارند و مهتاب در دست چپم بگذارند که از این کار، از این دعوت دست وردارم، هرگز دست نمیاردارم. سوم، پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره دولت تشکیل داده و رئیس دولت بودند، لذا عقلا و منطقا و قانونا یقشان بود که از خزانه دولت معاشی برشان تعیین شود، چنانچه همه رؤسای دول چنین حقی دارند. و این همون خمس است که از غنایم به خدا و رسولش میرسه و تو را به باد استهزا میگیری و با نهایت دجالی و شیطنت ادعا میکنی که پیامبر به مردم میگفت از این گوسفندایت چند تایش به ما بده اگر این مالت پاک نمیشه. حال بیاین ببینیم این خمس چیست و بعد آیتهایی را که مایکل شفیع عیار مورد بحث قرار داده و از اونا سوء استفاده میکنم مورد بررسی قرار میتیم. خمس یعنی از 5 حصه 1 حصه، یعنی وقتی مسلمان ها به رهبری پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم با کفار و مشرکین متجاوز بر دفاع از خود مجبور به جنگ می شدند، در پایان جنگ هر طرفی که غالب شده بود اموال باقی مانده از مغلوب را در میدان جنگ متصرف می شد. این به این معنا بود که وقتی مسلمان ها پیروز می شدند اموال باقی مانده از کفاری را که فرار می کردند غنیمت می گرفتند و اگر کفار پیروز می شدند اموال باقی مانده از مسلمان ها را در میدان جنگ می گرفتند. و همین تعامل در همه جنگ‌های تاریخ وجود داشته و همین حال هم وجود داره. و امو قسمی که کنیز و غلام گرفتن اختراع اسلام نبود، بلکه مسلمان ها مجبور بودند در مقابل کنیز و غلام گرفتن کفار از مسلمان ها عمل بالمثل انجام بتن. همین قسم در جنگ ها هم عین عملیه از دو طرف جنگ صورت می گرفت و این غنیمت گرفتن تنها در شریعت محمدی مشروعیت نداشت، بلکه پیامبران پیشین هم در جنگ‌ها از کفار غنیمت می‌گرفتند. و اگر کشی شفیع عیار کتاب‌های دین جدیدش مسیحیت بخونه و یا با یک پادری باسوادتر از خودش بگوید که برش بخونه، خواهد دید که در عهد قدیم یعنی بخش قدیمی کتاب مقدسشان این قسم آمده: اما زنان و اطفال و چارپایان و هر چه در شهر است برای خود غنیمت بگیرید و از غنیمت دشمنانتان که پروردگارتان برایتان بخشیده لذت ببرید. به هر حال این غنایم جنگی 5 تقسیم می شدند، چنانچه در آیات قرآنی بیان شده. 4 حصه از آنهایی می شد که با کفار متجاوز جنگیده و اونا را شکست داده بودند و حصه 5 از آن خدا و رسولش و ذوی القربا یعنی بنی هاشم و یتیمها و مسکینها و مسافرها بود. اگر به شکل ساده تر محاسبه کنیم این قسم میگیم که فرض کنیم کل غنایم معادل $100 می بود. این $100  5 تقسیم می شد که هر بخش عبارت بود از $20 یعنی 5 عدد $20 و خمسه تقسیم عبارت بود از $20. این $20 باز 5 تقسیم می شد: سهم خدا و رسولش، سهم ذوی القربا و ایتام و مساکین و ابن السبیل که سهم خدا و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که می گرفتن با صدقه می دادن. پس یعنی $20 باز 5 تقسیم شد که هر بخش $4 می شد. پس از $20 خمس $4 به نام خدا و رسولش تعلق می گرفت، $4 به ذوی القربا یعنی بنی هاشم، $4 به یتیم‌ها، $4 به مسکین‌ها و $4 به ابن السبیل یعنی مسافرانی که توشه‌ای نداشتند. و این $4 که حصه خدا و رسولش بود، این را هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم به فقرا و نیازمندان صدقه می دادند، چنانچه در حدیث شریفی که نسائی از عباده ابن الصامت روایت کرده آمده که در روز غزوه حنین رسول خدا صلی الله علیه وسلم مویی را از پشت شتری کندن، به مردم گفتند ای مردم، از غنایمی که خدا بر شما ارزانی داشته بر من حتی به اندازه این تار مو حلال نیست، با جز خمس که او را هم به شما بازپس میتم یعنی صدقه میکنم. و واقعا هم چنین بود، زیرا در حدیث دیگری که امام بخاری روایت کرده آمده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل الی آخر حدیث.
یعنی پیامبر الهی صلی الله علیه وسلم سخاوتمندترین مردم بودند و این سخاوتشان در رمضان در وقت ملاقات با حضرت جبرئیل علیه السلام بیشتر از ایام دیگر میشد. در حدیث صحیح دیگر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم امت خود از این که مال و دارایی اونا را گمراه کنه بر حذر می‌دارند. آیا کسی که خودش حریص بوده و از راه‌های نامشروع مالندوزی کنه و طبق ادعاهای دجالانه و شیطانی کششفی گوسفند او را بگیره، مرغ او را بگیره، پول او را چور کنه و برای خود زندگی شاهانه بسازه، میتونه در حدیث مبارک خود به دیگه مردم بگویه که شما احتیاط کنین که دنیا فریبتان نده، رطب خورده من رطب کی کند. آیا مردم برش نمیگن که تو خودت اموال مردم چور و چپاول میکنی، قسمی که پادری شفیع دجال تو را متهم میسازه و قصرها و ثروتها و دارایی‌ها داری و ما را از گردآوری دنیا منع میکنی، در حالی که همون مردمی که زندگی مبارک و پاک او را قبل و بعد از بعثت دیده بودند بعد از وفاتش چنین گواهی میتن. امام بخاری حدیثی را از عمرو بن الحارث روایت میکنه که میگه ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم عند موته دینارا ولا درهما ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن سبیل صدقه. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در وقت وفاتشان نه دیناری و نه درهمی و نه غلامی و نه کنیزی و نه هیچ چیزی از اموال دنیا را به میراث نگذاشتند مگر قاطر سفیدشان که سوار می شدند و سلاحشان و زمینی که او را بر مسافرها صدقه ساخته بودند. کشش شفیع مکار، این پیامبری که تو را متهم به سرقت و چور و چپاول میکنی زمانی رسید که حاکم و پادشاه مدینه و مکه و همه جزیره العرب شد و همگی هم مطیع و فرمانبردارش بودند و اگر میخواست میتونست مانند سلاطین و پادشاهان روم و فارس و پادشاهان تاریخ و امپراتوران تاریخ قصرها و کاخها بسازه و ثروتهای بیکران جمع کنه و اگر چنین میکرد حتما امروز شاهد قصرها و زمینها و باغها و ثروتهای بیکرانی میبودیم که از او باقی میماند. تو برو عربستان سعودی را وجب شب بپال و بپرس که آیا قصری و کاخی و زمینی و باغی و جایدادی و ثروتی از محمد امین سلطان انبیا پیامبر عظیم الشأن اسلام و رهبر راستین بشریت باقی مانده؟ در حالی که از پادشاهان و امپراتوران تاریخ، از فرعونها، شدادها، نمرودها گرفته تا پادشاهان ساسانی و هخامنشی و امپراتوری روم و امپراتوری های قبل و بعد از اونا و تا پادشاهان و امپراتوران چند صد سال اخیر ده ها و صدها کاخی که باعث آثار تاریخی شناخته میشوند باقی مانده که از ظلم و ستم و خونخواری و دنیا پرستی و چور و چپاول و غارت و تاراج بیشتر اونا حکایت میکنه. اما پیامبری که سلطان الانبیاست و با شریعت الهی و رسالت آفتابگونهش بر جزیره العرب حاکم گشت، وقتی از دنیا رفت نه درهمی، نه دیناری، نه غلامی، نه کنیزی، نه ثروتی، نه کاخی، نه قصری، نه ملکی، نه جایدادی باقی گذاشت که هیچ، حتی زره جنگیش هم در نزد یک یهودی که از او مقدار جو برای اعاشه فامیل خود قرض گرفته بود گرو بود. چه خوب گفته استاد شایق جمال در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که میگه خشت زیر سر نهد پوشد لباس پیندار، پیش او سرمانده شاهان شهسواری را ببین. حال آیاتی را بررسی میکنیم که تو با استناد غلط و ابلیس گونه بر اونها سرور کائنات متهم به جمع‌آوری صدقات بر خودش میکنیم. این آیت های 102 و 103 سوره توبه است که تو با دو علت معنی اونا را تحریف میکنی. اولی که تو مکار و هیلگر و دشمن خدا و رسولش هستی، دومی که بی سواد هستی و نمیدانی که سبب نزول آیات هایی که ترجمه اونا را میخوانی چیست و درباره چه کسایی نازل شده. بنابراین دو علت تو با استهزای شیطانی و خنده های ابلیسی میگی که یک تعداد اونا به تلفظ خودت یک تعداد اونا که ساده تر بودن محمد به سر مردهشان میگفت که شما کارهای بدم کردین لذا صدقه بتین که تا مالتان پاک شود. حقیقت است که این دو آیت در مورد اونایی نازل شده که بنابر تنبلی از غزوه تبوک باز مانده و بعد پشیمان شده و خود را به ستونهای مسجد نبوی بسته و گریه و زاری میکردند تا توبهشان قبول شود. و بعدتر زمانی که توبهشان قبول شد گفتند یا رسول خدا، ما مقداری از اموال خود میتیم که از طرف ما به فقرا صدقه بتی.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند خداوند به ما چنین دستوری نداده. همو بود که این دو آیت نازل شد و خداوند به پیغمبرش اجازه داد که صدقات اونا رو گرفته به فقرا تقسیم کنه. پس این پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبود که از اونا مطالبه صدقه کرد، بلکه اونا خودشان از خوشی قبولی توبهشان پیشنهاد کردن و بازی صدقات پیغمبر برای خودش نگرفت، بلکه به فقرا تقسیم کرد. ما از کسایی که ادعای تو دجال در ویدیوی سراپا دروغت شنیدن خواهش میکنیم که این دو آیت 102 و 103 سوره توبه را با ترجمه و تفسیرش در تفسیر کابلی بخوانند تا حقیقت برشان روشن شود. و ما خلاصه از این را از تفسیر کابلی بیان میکنیم. تفسیر کابلی می نویسه مفسران نگاشتند این آیت یعنی 102 درباره ابولبابه و همراهان او که از تناسایی در تبوک حاضر نشدند فرود آمد. اما همین که مراجعت پیغمبر را از تبوک شنیدند خود را از فرط ندامت به ستونهای مسجد بستند. اینها بعد از رهایی یک مقدار مال خود را به طور تکمیل توبه به حضور مبارک آوردند. در تفسیر البته ای از تفسیر کابلی بود. در تفسیر قرطبی هم که یک تفسیر معتبر دیگر است از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده که میگه وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم ابولبابه و دو همراهش را از بند یعنی از ستونهای مسجد که خود در اونا بسته بودند رها کردند، این 3 نفر مقداری از اموال خود را آوردند و گفتند یا رسول الله از این اموال ما مقداری را بگی و در راه خدا از طرف ما صدقه بده و بر ما طلب آمرزش کو. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند نه خیر، چیزی از او را نمیگیرم تا که خدا مرا امر کنه. پس این آیت نازل شد که خود من اموالهم صدقه الی آخر آیت. وقتی که این آیت نازل شد او وقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم بخشی از اموال اونا را گرفت و صدقه داد. پس اینجا چند دروغ شیطانی تو افشا میشه. اولی که اینا یک تعداد و با گفته تو یک تعداد ساده هایشان نبودن قسمی که تو ادعا میکنیم، بلکه 3 نفری بودند که به دلیل تنبلی از غزوه تبوک تخلف ورزیده و بعد پشیمان شده و خود به ستونهای مسجد نبوی بسته بودند و میگفتند تا که پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را رها نکنه ما همین قسم بسته میباشیم. و پیامبر علیه السلام میگفت تا زمانی که خدا ما را امر نکنم و اونا را باز نمیکنم، تا ای که همین آیت 102 نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه وسلم اونا را باز کرد. دومی که برعکس ادعای ابلیسی تو پیامبر از اونا صدقه نخواست، بلکه خود اونا اموال خود آوردند و گفتند یا رسول الله مقداری از اموال ما را بگی و از طرف ما به فقرا صدقه بده. و پیامبر صلی الله علیه وسلم نگرفت و گفت خدا مرا امر نکرده نمیگیرم. و همون بود که آیت 103 نازل شد و خدا به پیامبرش امر کرد که از اموال اینا صدقه گرفته به فقرا بده. یعنی در آیه 102 قبولی توبهشان از طرف خدا اعلان شد و اونا از خوشی و بر تکمیل توبه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم خواهش کردند که مقداری از اموال اونا را گرفته به فقرا صدقه بده و پیامبر قبول نکرد تا که آیت 103 نازل شد و خدا به پیامبرش امر کرد که خواهش اونا را قبول کنه و برخی از اموال اونا را گرفته به فقرا صدقه بده. ما در بحث های قبلی هم با استناد به آیات سوره توبه ثابت کردیم که خدا با پیامبرش امر کرد که از منافقان چیزی نگی که از اونا قبول نمیشه و ثابت کردیم که مسلمانای فداکار خودشان اموالشان رضاکارانه در راه دفاع از دینشان اسلام و وطنشان مدینه صرف کردند. پس پیامبر برعکس ادعای پلید تو هیچ مالی را نه از کافر و منافق و نه از مسلمان به زور نمی گرفت. و اما آیه نخستین سوره انفال که میگه انفال یعنی غنایم از آن خدا و رسولش است، باز هم ترجمه و تحلیل ابلیسی میکنی و مکارانه از سبب نزولش چشم پوشی مینمایی. و ما از فریب خورده های تو میخواهیم که ترجمه و تفسیر ای آیت در تفسیر کابلی بخوانند تا برشان ثابت شود که تو تحریف میکنی و دروغ میگی. و سبب نزول ای آیت ایست که در غزوه بدر در بین غازی‌ها بر سر غنایم اختلاف پیدا شد. جوانترها میگفتند که چون ما فعالیت بیشتری کردیم و سهم بیشتری گرفتیم باید سهم بیشتری از غنایم بر ما داده شود. و کلان سالا میگفتند که نه خیر، باید بین کل مجاهدین و غازی‌ها کل از این غنایم یک قسم یکسان توزیع شود. امی بود که ای آیه کریمه نازل شد که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول تا آخر آیت.
یعنی مردم مسلمان ها درباره انفال، درباره غنایم از تو پرسان میکنن، بگو که تقسیم این غنایم، طرز تقسیمش مربوط خدا و رسولش است. یعنی خدا هر قسمی که امر کنه پیغمبرش به مو شکل تقسیم میکنه. این اعتبارات دیگه که جوان است و پیر است، این چیزا در نظر گرفته نمیشه. بنابراین در اینجا معلوم میشه که تو تلبیس کردی، دروغ گفتی، مکاری کردی. ما قبلا گفتیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رئیس دولت بودند، یعنی علاوه بر اینکه پیغمبر بودند از طرف خداوند رسالت داشتند، همین قسم رئیس دولت هم بودند و از همین سبب بنابر همین صلاحیت رئیس دولت بودنش و پیغمبر بودنش صدقات و زکات ها را از ثروتمندا و غنی ها میگرفت و به فقرا تقسیم میکرد تا اینکه بی‌عدالتی نباشد، تا اینکه ثروت که خداوند بر بشر او را داده او در بین بنده هاش یک قسم عادلانه توزیع شود. و از همین سبب بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که حضرت معاذ رضی الله عنه را به یمن فرستادن، گفتن که بر از اونا در پهلوی از این که نماز و روزه و حج و امثال از این چیزا را تعلیم میتی، برشان این هم بگو که از ثروتمندایتان، از غنیهایتان زکات گرفته میشه و به فقرایتان توزیع میشه و همین قسم میشد. و ما بر از این که اینجا هم این دجالی تو را ثابت بسازیم که میگی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صدقات برای خودش میگرفت، ما در همین سوره توبه آیت 60 هم میخوانیم که تو بازم از این چشم پوشی میکنی و آیت 59 را که از اون میتونی تحلیل شیطانی کنی او را میخوانی و از این آیت صرف نظر میکنی. این آیه کریمه را هم میخوانیم تا مردم بفهمن، تا اونایی که فریب تو را خوردن بفهمن که صدقات رسول خدا برای خود نمیگیره، بلکه خداوند او را معین کرده بود که به 8 طبقه تقسیم میشد و او عبارت بود از این 8 طبقه که در آیه کریمه 60 سوره توبه آمده. خداوند میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یعنی صدقات و زکات تنها برای از این 8 طبقه تقسیم میشه، به فقرا و مساکین و کسایی که به جمع‌آوری زکات موظف هستند و به کسایی که تازه ایمان آوردند و به خاطر از اینکه زیادتر به اسلام تمایل پیدا کنند، و برای آزادی غلام ها و برای کسایی که قرضدار هستند و قرضشان ادا کردن هم میتونند، و در راه خدا یعنی جهاد فی سبیل الله، و برای مسافرها این فریضه است از جانب خداوند و خداوند دانا و با حکمت است. در تفسیر کابلی می نویسه چون در تقسیم صدقات زبان به طعن پیغمبر کوشودند، یعنی منافقین، از این جهت تنبیه می شود که طریق تقسیم صدقات را خداوند جل جلاله مقرر فرموده و مصارف آن را تعیین نموده، شرح آن را به پیغمبر صلی الله علیه وسلم داده است و پیغمبر بر وفق آن تقسیم می نماید و نمیتواند پیرو خواهش دیگران شود. در حدیث است که خداوند جل جلاله تقسیم صدقات یا زکات را بر رضای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و دیگری نگذاشته و خود مصرف آن را معین کرده است و آن 8 نوع است. اول برای فقرا که هیچ دارایی نداشته باشند، دوم برای مساکین که به قدر کفاف حاجت خود چیزی نداشته باشند، سوم برای عاملین که حکومت اسلامی آنها را بر تحصیل صدقات و سایر امور مأمور کرده باشد، چهارم برای مؤلفة القلوب کسایی که به اسلامشان توقع رود یا در اسلام ضعیف و ناتوان باشند، پنجم برای رقاب یعنی غلامی که به تادیه بدل کتابت آزاد می شود یا آن را می خرند و آزاد می کنند، و اسیرانی که به تادیه فدیه رها می شوند. ششم برای غارمین یعنی کسی که بنابر کدام حادثه نادار شده باشد یا مقروض باشد یا در اثر ضمانت دیگری بینوا شده باشد. هفتم سبیل الله یعنی اعانت مجاهدین. هشتم ابن السبیل یعنی مسافری که در اثنای سفر مالک نصاب نباشد اگرچه در خانه خود مال داشته باشد. پس اینمی 8 طبقه است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صدقات و زکات را میگرفتند و به اینا توزیع میکردند، بر خود هیچ چیز نمیگرفتند، قسمی که ثابت کرده ایم. پس کل ادعاهای تو ادعاهای باطل و شیطانی هستند. ما این بحث در همینجا خاتمه میتیم و انشالله او ادعای دیگر تا که میگی اسلام
به قرآن کریم نگفته که شما به طلب علم برای این یا که برای کار تشویق کنه یا برای زراعت تشویق کنه. او را در یک بحث جداگانه در اون جایی که به اسلام تو تنقید گرفتی در این مسائل، او را در اونجا مورد بحث قرار میتیم. و من الله التوفیق.